العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها، فتفكر وتأمل فيها. مصطفى بيتر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. السلام السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ إن شاء الله حرف خبر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. رسولك الله يحفظك. آمين آمين. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحانته رضي الله عنه ثم قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما يريبك. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. حديث بالصدق. أنا أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان. جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. لا إله إلا الله مقصد همین است. مقصد انا همین است که من یگانه اقرار میکنم، تصدیق میکنم معبودی بر حق که یکتا و تنها فقط خودش عبادت کرده میشه، همه عبادت را به او انجام داده میشه، به غیر او انجام دادن شرک است. اعتقاد میکنم و تصدیق میکنم به زبانم و به قلبم و به جسمم که همه عبادت به الله است سبحانه و تعالی، یکتا است، تنها است. حکم او هست، حلال کرده او هست، حرام کرده او هست. به هیچ کسی نه عبادت نه اطاعت، هیچ چیزی وجود ندارد به جز امر الله سبحانه و تعالی. حق است و راست است. خالق زمین و آسمان و خالق جنت و دوزخ و حساب و کتاب کننده در روز قیامت انس و جن و دیگر همه چیز مخلوقاتش. انا من الله سبحانه و تعالی.
کفار نباشند، اینها اگر دشمن دین نباشند، اینها اگر دشمن الله و رسول نباشند و از نظر دنیوی اگر اینها دیکتاتور نباشند، پس کی است؟ کی است که میخیزد نه به دین انسان ها اجازه میدهد که دینداری بکنند و نه میخواهد که مردم دینداری بکند و آزاد باشند؟ نه آزادی دینی، نه آزادی لباس، نه آزادی اعتقاد، هیچ چیزی را اینها ندارند و با خود را دعوا میکنند که اینها یک حکومت دموکراتی باشد. حکومت دیکتاتوری و کفری و شرکی و مرتدی که به فقط لباس زن کار دارد، به لباس زن مسلمه. اینها میخوان که این زنهای پاک دامن مسلمه به مانند زنهای این خبثای فاحشه، به مانند این زنهای فاحشه اینها باشد. نه والله، هرگز این چنین نمیشود. بعد از این که کتاب عمدة الاحکام را آزاد کرده شدید، شما تقریبا همگی 500-600 که حدیث آزاد کرده میشد، بعد از این به کتاب حدیث بخاری و مسلم میگذارید. آیسته ما بین 2-3 سال به شما یک چند همه کتاب های حدیث شناختن و یک چند هزار حدیث آزاد کردن و بعد از این از علم مصطلح الحدیث آموخته شدن و شما یک به درجه سبحان الله طالب علمی برآمدنتون ممکن است. این به اجتهاد هر یک کس وابسته دارد. آهسته همین منهج علمی اول توحید میفهمید، عقیده را میفهمید، بعد از این از جانب حدیث منهج است. 40 نووی، عمدة الاحکام، مثلا بعضی علما بلوغ المرام گفتن لیکن قول درست این که قدر به این نو بعد از این کتب سته بمیدارید از صحیح بخاری شروع میکنید و در وقت همین مصطلح الحدیث از یاد میکنید و شرحاش میخونید. یعنی از جانب حدیث صحیح ضعیف این و اون از مصطلح الحدیث هم ان شاء الله ما درس میگوییم بعد از کتاب 40 نووی. حمدت إلهي بقلب وجل ودمع على الخد إذ ينهمل وثنيت صلى الإله العظيم على المصطفى سيد للأول وآل وصحب مع التابعين ومن جاء من بعدهم من بطل. أيا طالب العلم شمر فما تنال المعالي بضعف الكسل. کم آهسته میبره و از جانب فهمیدن تفسیر هم همین خیلی منهج است. اما قرآن و سنت رو اگر خواهید که خوب فهمید، اصول فقه رو باید درس رو گوش کنید. ما البته درس های اصول فقه شروع میکنیم، بعد از یک روز 2 روز ادامه میدیم. درس های اصول فقه باید آموزید، زیرا که همین اصول فقه هم قرآن و هم سنت فهمیدنش رو چی میکند؟ آسان میکند. به منهج شما قرآن و سنت رو چگونه باید فهمید؟ قرآن و سنت چگونه میفهمید و چگونه باید فهمید؟ احکام دارد، عام، خاص، مطلق، مقید، ناسخ، منسوخ، خیلی مسائل است. مثلا محکم، متشابه، الحقیقت و المجاز، قیاس، استحسان، این آن، چقدر مسائل هست که در کجا میآموزید؟ در اصول فقه میآموزید و هر یک آیت رو وقتی که دیدید شما در یک آیت هم تو نظر کردن و خواندن میفهمید که این آیت عام است یا خاص است، یا این عامه که به صورت خاص آمد، مثلا ناسخ است یا منسوخ است. و از قرآن و سنت بعد از این شما دلیل گرفته میتوانید، استدلال گرفته، یعنی از قرآن و سنت که دلیل است استدلال گرفته، حجت گرفته میتوانید. خیلی هم فهم شما قوی میشود. نه فقط فایده شما به خودتون، بلکه شما میتوانید به اطرافیان خود فایده اسلامی، فایده عقیدوی، فایده علمی رسانید. و این چنین نه فقط فایده علمی، حتی شما سبب میشوید برای حفظ عقیده. اگر علم منهجی خونید سبب میشوید برای حفظ عقیده، حفظ منهج، حفظ قرآن و سنت، برای اینکه خطاگی ها رو میفهمید، خطاگی ها رو اصلاح میکنید، فهم های درست رو بیان میکنید. به همین واسطه توحید و اسلام اولا در خودتون زنده میشود، خودتون رو نجات میتید. فهم صحیح درست اول خودتون، اطرافی های خود و به امت یک فایده میگذارید. انمین است وظیفه. الله شما را حفظ بکنه برادران و خوران عزیز، حفظکم الله. و البته در باب کتاب های عقیده هم منهج است. من اولو
برادران و خواهران یک چند وقت پیش از من خواهش کرده بودن که کتاب ها رو نویسیم، یعنی منهجمون رو نویسیم از باب عقیده. ما کدام کتاب ها رو یکم باید شروع کنیم و به آخر به کدام کتاب رفته رسیم. مثلا ما این خیلی منهجم آماده کرده شدیم، باذن الله به شما میرسد 10 صفحه 20 صفحه شاید. مثلا منهج در آموزش عقیده میگیم 1 2 3 4 5 6. منهج در آموزش قرآن، یعنی به این معنا که از نظر علم قرآن، هم از علم قرائتش هم از علم تفسیرش، از آموختن مثلا قواعد البغدادی احسن القواعدی که الف با تا سور بچه‌ها به تعلیم میداد، بعد از این تجوید، بعد از این قرائت، بعد از این مثلا اگر کمی تفسیر به رفته باشید اصول تفسیر فلان فلان کتاب ها، بعد از این تفسیری مختصر، بعد از این تفسیری وسیع‌تر. منهج است. پیش از بعد از این مسئله سیره به، بعد از این مسئله فقه به، بعد از این مسئله اصولی مقاصدی و بعد از این مسئله حدیثی علم حدیث. ان شاء الله سبحانه و تعالی این یک چیزی رو ما به شما پیشنهاد میکنیم و درجه‌اش هم میگذاریم که اولین کسی که علم آموخته میاد اول این خوند، بعد از 1 سال 2 سال این بگذرد. مابین 3 4 5 سال به شما اگرچه مدینه منوره نرفتید، یگون جا به علم آموزی نرفتید، لیکن شما یک طالب علم میشوید. طالب علم، نه فقط طالب علم عادی، یک طالب علم قوی میشوید. و فقط یک آموزش عربی میموند که ما در این مسئله آموزش عربی هم فکر کرده شدیم و ان شاء الله برادرای مخصوصی رو هستند که در این راه یک مصلحت میکنیم، شاید یک درس عربی هم کنیم که برادرهای ما کم کمی از عربی هم باخبر باشن، برادرها و خواهر. البته خواهرها در مسئله آموزش عربی پیشتر از برادرها است. خواهرها، مدرسه خواهرها در مسئله آموزش عربی پیشتر از برادرها هستند، زیرا خواهرها به خودشون درس دارن، درس‌های من نظر میکنم درس‌های بهترین منهجی. کم کم از عربی هم باید باخبر باشید که شما میتوانید یک سفر کنید به یگان طرفی از کشورهای عربی، در مدت 1 سال نیم سال عربی را به آخر میرسونید. شما یک طالب علم میشید. نگویید که من مثلا پیر شدم، من 25 ساله شدم، 30 ساله شدم. نه، 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله شده باشید هم انا همین خیلی خوندن ممکن است، هیچ مشکل ندارد. و بعد از این میتوانید که شما یکی از این موضوع ها را تخصص خود کنید. برای عالم از همه جانب این موضوع ها عالم شدن وقتی زیاد لازم است. اما اگر شما بگید که من از همه چیز کم کمی باخبر، لیکن عقیده من میخوام در باب عقیده متخصص باشم، همچون یک طالب علم باشم، دعوتگر باشم، خدمت کننده باشم، ترجمه کننده کتاب ها، نویسنده بعضی رساله ها، دعوت کننده ها، انا همچنین باشم. ما میگیم پس جانب عقیده رو مستحکم انا به این منهج بگیر. بعضی برادرها شاید بگن که من میخوام در باب فقه میخوام که کمی خدمت کنم، عقیدم هست، موحد هستم، میخوام در باب فقه اهل سنت و الجماعت کار کنم. مرحمت، بسم الله. بعضی برادر میگن یا خواهر که ما میخوام موحد هستم، میخوام در باب تفسیر مثلا خدمت کنم. بسم الله، تخصص تفسیر رو بگیر. تخصص تفسیری نیست که تفسیر که شده بسم الله خوندن شروع بکنی من مفسر هستم بگویی. پیش از اینکه تو به تفسیر شدن روی، بعضی منهج‌های باید آموزی که در درون تفسیر بسیار گپ کرها است، بعد از این در درون تفسیر گمراه نشوی. برادرهای عزیزم، خواهرهای عزیزم، امکانیت وجود دارد برای معلم شدن، برای دعوتگر شدن، برای خدمت کردن به اسلام. خیلی راه وجود دارد و خیلی آسان هم هست. الله اینا آسان کرده است برای هر کسی که میخواد. از شما فقط خواستن است. قدم اول از این 40 نووی شروع میشد. این از یاد میکنید، بدون این نمیشد. آدمی که این از یاد کرده نمیتواند، از این میبارد که او طالب علم شده نمیتواند. این از یاد میکنید، عمدة الاحکام از یاد میکنید. این علم نمیخیل است، از بعضی سختیچه های کمی هست میگذارید و اگر توحید داشته باشید، اخلاص داشته باشید، والله اینقدر فهم رو الله به شما میدهد، اینقدر الله به شما فهم رو میدهد که شب و روز به الله شکر میکنید، زیرا که فهم از جانب الله است. ما یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. الله به کسی خواهد فهم میدهد. علم خواندنش یک مسئله، فهمیدنش مسئله دیگر است. بسیاری ها میخوانند یک چیزی که شما میخوانید او هم میخواند، اما فهم شما موافق قرآن و سنت است. فهم او یک نفر
موافق اهل بدعت است. فهم این رحمت الله است، فهم از جانب الله است سبحانه و تعالی. و از فهم هم بلندتر چیزی دیگر است، این رو میگن درک. علم است، معرفت است، تو فهم است، تو درک است. درک نقطه بلندترین علم است. درک وقتی که یک چیز رو، مثلا آیت رو، حدیث رو، نصوص رو یا یک مسئله رو آموخته، از همه جانبش به تفصیلهایش به نازکی‌هایش میفهمید و حتی شبهاتی که اهل بدعت دارند داره جواب میده. این درک است. یقین، حتی در قرآن آیت اومده است که الله سبحانه و تعالی میگه به پیامبر امر میکرد که وقل رب زدنی علما، ای محمد صلی الله علیه و سلم بگو که الله علم مرا زیاد بکن. دعا بکنید که علم شما را الله زیاد بکند. علم، فهم، درک از جانب الله است. ولیکن الله میگه و ما یتق الله فاتقوا الله یعلمکم الله. تقوا کنید الله به شما علم میدهد، الله شما رو میموزاند، یعنی فهم، و به شما این راه آسان میکنه. و اولین تقوا چی است برادر عزیز؟ صوفی ها تقوا گفته شرک میکند، تمام صفات های الله انکار میکند، کفر میکند، بعد از این ذکر میکند من تقوا دارم میگه. نه، تقوا این نیست. تقوا اولش توحید است. تو موحد باش در توحید ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات، توحید حاکمیت، توحید متابعت، لا اله الا الله محمد رسول الله، کفر بالطاغوت، الولاء والبراء. در باب تکفیر در این مسائل تو قوی باش، مسلمان باش، صادق باش، البته که الله سبحانه و تعالی به تو علم میده. کمی حرکت میکنی الله به تو برکت میده. کمی تو کوشش میکنی الله سبحانه و تعالی در علم تو، در جان تو، در مال تو، در حیات تو برکت میده. والله برادر و عزیزم، خواهر و عزیزم، که اهل توحید، کسانی که خونده میتوانید، حفظ کرده میتوانید، اما بی‌پرواگی میکنید، باور کنید از این روزهای گذشته تون پشیمون میشوید. باور کنید شما بزرگترین خیر را، بزرگترین نعمت الله را که الله به شما داده است نادیده گرفته شده. بی‌پرواگی نکنید. 21 شبانه روز 24 ساعت است. 1 ساعت 2 ساعت خود به علم بخشید هر روز. پگاه روزی 1 ساعت بعد از فجر، بیگاهی 1 ساعت. به حفظ حدیث، حفظ قرآن، فهم حدیث، فهم قرآن، فهم عقیده مشغول کنید. اولا به نیت نجات خودتون. چقدر علم شما زیاد شد همونقدر ایمان شما زیاد میشه. چقدر علم شما در باب حق، در باب عقیده و الله شناسی زیاد شد همونقدر ایمان شما زیاد میشه. هرگز آدمی عالمی که در منهج عالم است، منهجی است، و یک آدمی که جاهل در منهج است برابر نمیشد. الله میگه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا آنهایی که میدانند و آنهایی که نمیدانند برابر هستند؟ هرگز برابر نیستند. هرگز برابر نیستند. آموزید. بعضی همچنین خصلت دارند که یا می آموزند و خود را به تمام بدین می بخشند و از بحر دنیا برآیند باید. بعضی ها به خاطر دنیا از بحر دین می برند. اینا خطا کردند. شریعت ما این وحیی که الله از بالای عرش، از بالای 7 آسمان نازل کرد، هر دو چیز را جمع میکند. باید تو موحد باشی، باید تو بیاموزی، باید تو بفهمی، باید تو معلم باشی، باید تو دعوت کننده باشی، خدمت کننده و نصرت دهنده دین باشی، و در عین همین حال دنیایت را هم فراموش نکن. ولا تنس نصیبک من الدنیا. الله در قرآن میگه ای محمد دعوت کن، پیامبر باش، اما نصیبت را از دنیا فراموش نکن. تاجر باش، برای لقمه حلالت کار کن، اما قناعت کننده به یک چیزی معین باش. امروز انسان ها رو میبینید که خانه دارد، جا دارد، همه شرایطش خوب است، خانه نو خود را کوچانده از گشته میسازد. تمام دنیای او مشغول به خانه پوشی و دیوارزنی و جور کردن است. به توی و عزا 3 چیز در زندگی بسیاری مردم 3 چیز است: خانه و جا،
آماده کردن و ساختن و این و آن، بعد از این توی و خرسندی یا عذاب و گریه و ناله، دیگر چیزی نیست. اما زندگی موحد دیگر است. زندگی موحد علم است و معرفت است و خدمت و نصرت به دین الله است و در درون همین، یعنی اساس مقصد همین است. اساس مقصد موحد در این دنیا زندگی کردن، یکتاپرستی کتی در همراه یکتاپرستی، تمام ذکر و خیال و فکر و زندگیش به خاطر یکتاپرستی، در فکر یکتاپرستی، نصرت یکتاپرستی. اما در درون همین زندگی یکتاپرستیش البته کار و فعالیت میکند به خاطر حلال خوردن و پوشیدن، اما نه اینکه غلو در دنیا کند. دنیا رو یعنی میداند، قدر و نصیب دنیا رو میداند. البته هستند برادرها و خواهرهایی که مبلغ دارند، پول دارند، الله به اینها داده، الله به اینها باز زیادتر بدهد. چخیلی که ابوبکر رضی الله عنه داشتند، عمر داشتند، عثمان داشتند رضی الله عنهم. پولدار و مالدار این موحد باز به پول مال خودش رو به الله نزدیک میکند. صدقه کردن و نصرت دادن و به همراه دعوتگران و به طالب العلم بودن و غیره. بارک الله فیکم. یعنی موحد اساس اول توحید است. کار و فعالیت دنیویش رو هم به خاطر توحید میکند. و بعد از این بین هر دو چیز توازن میگذارد. موحد میتواند که دین و دنیا را در جای خودش گذارد و زندگی کند. اما آدم هایی که جاهل هستند نمیتوانند، یا به خاطر دین دنیا را ترک کرده و تلبنده شده و اینو آن میکنند، یا بسیاری را دیدیم که ما ندیدیم که به خاطر دین دنیا را ترک کرده باشد. این چنین انسان ها را کم دیدیم، اما میبینیم اکثر انسان ها را که به خاطر دنیا دین را ترک کردند، برای اینکه شیطان از این جانب گمراه میکنه. البته از جانب ترک دنیا شیطان صوفی ها را هم گمراه کرده که به غار میروند، ترک دنیا میکنند، در غار زندگی میکنند. و این صوفی های پیشتره بود. صوفی های امروزه این کارو نمیکنند. صوفی های امروزه شکمشان دمیده است، قریب میکفد از خوردن و نوشیدن. بالاخره مقصدی ما چیست؟ مقصد این است که شما رو میخوام فهمانم که شما فرصت دارید، از این فرصت ها غنیمت شمارید. خیلی که رسول الله میگن اغتنم خمس قبل خمس، 5 چیز رو پیش از 5 چیز غنیمت شمار. جوانیت رو پیش از پیریت، شبابک قبل هرمک، جوانیت رو پیش از پیریت غنیمت شمار. فراغک قبل شغلک، انامین فارغ بودن، وقت داشتنت را، خالی بودنت را پیش از اینکه مشغول میشوی غنیمت شمار. صحتی که قبل مرضک، صحیح بودنت را، سالم بودنت را پیش از اینکه مریض میشوی غنیمت شمار. غناک قبل فقرک، بای و بدولت و پولدار و مالدار شدنت را پیش از فقیر شدنت غنیمت شمار. حیاتک قبل موتک، حیاتی در این دنیا بودنت را پیش از مرگت غنیمت شمار. والله این نصیحت پیامبر صلی الله علیه وسلم به من شما موحدین است. ما باید جوانیمون را، جوانها جوانیمون را، پیش از همه حیاتمون را. وقتی پیر شدی معناش اینه که تمام پیر شدی، نه تو در حیات هستی، زبان تو کار میکند، ذکر کن، چشم تو کار میکند، قرآن خون، نصیحت کن. این حیات اگر توحید رو دانی تا روز مرگت برای تو خیر است باذن الله. اگر پولدار باشی پیش از این که فقیر میشی غنیمت شمار، به صدقه خودت حمایت کن.